این معلومات به منظور راهنمایی زنان افغان است تا بتوانند در مورد صحت خودشان و اینکه چگونه از سیستم صحی در ایالات متحده استفاده کنند بدانند. صحت خانم‌ها به آن خدمات گفته می شود که فقط خانم‌ها به آن نیاز دارند، مثلا معاینات منظم زنانه، آزمایش‌ها و مراقبت‌های دوران حاملگی. مراقبت‌های زنانه اکثراً توسط دکتران نسایی ولادی، نرس یا پرستار و قابله‌ها فراهم ساخته می‌شوند. دکتر نسایی و نرس با شما در حصه سالم نگه داشتن اعضای تناسلی و تداوی مشکلات مربوطه کمک می کند. دکتر ولادی و قابله با شما در حصه حاملگی و ولادت طفلتان کمک می کند. شما باید به صورت مرتب مراقبت‌های صحی زنانه اخذ نمایید. نزد خانم‌ها به طور معمول 3 نوع معاینات صورت می‌گیرند که شامل موموگرافی یا معاینات سدیه، پاپ سمیر یا نمونه برداری از سلول‌های دهانه رحم، متراکم نسجی استخوان میباشد. موموگرافی برای تشخیص سرطان سینه صورت میگیرد. پاپ سمیر برای تشخیص سرطان رحم صورت میگیرد و معاینه استخوان به دکتر کمک میکند تا بداند که استخوان‌های شما بسیار نازک و شکننده نشده باشد. اگر شما شدیداً بیمار باشید و به مراقبت عاجل نیاز داشته باشید، هرچه زودتر به اتاق عاجل نزدیکترین شفاخانه مراجعه کنید و یا به شماره 911 911 به تماس شوید تا برای تان امبولانس بفرستند. ولی اگر وضعیت صحی تان به اندازه وخیم نباشد که حیاتتان را تهدید کند، کوشش کنید به اتاق عاجل شفاخانه مراجعه نکنید و در عوض به دکتر مربوطه و یا نزدیکترین کلینیک مراقبت‌های فوری مراجعه کنید. قبل از این که به دفتر دکترانتان بروید، باید که نخست اپاینتمنت و یا وقت ملاقات را برنامه ریزی کنید. در بسیاری مناطق ایالات متحده شما نمی توانید به دفتر دکتر بدون وقت ملاقات یا اپاینتمنت بروید و انتظار درمان باشید. نظر به چگونگی ملاقاتتان ممکن است که روزها، هفته‌ها و یا هم ماه‌ها انتظار بکشید. مراکز مراقبت‌های فوری کلینیک‌هایی هستند که می تواند به آن بدون تعیین وقت ملاقات مراجعه کنید، اما ممکن است در آنجا هم یک کم انتظار بکشید. ممکن است نیاز به پر کردن برخی از فرم‌ها داشته باشید. فرم‌های طبی بخش مهم از ریکارد یک مریض می باشد. دکتر شما در بخش مراقبت‌های صحی همکار و یا شریک شما می باشد. بنابراین از ایشان در مورد هر چیزی که شما را نگران می سازد سوال کنید و همچنان به دکترتان هر آن چیز را بگویید که ایشان باید در مورد صحتتان بداند. شما می توانید نزد دکتر و یا کلینیک به تنهایی و یا با یک شخصی که بتواند در صورت نیاز در مورد شما تصمیم بگیرد بروید. دکتران، نرسان و همه کارکنان صحی در کلینیک یا شفاخانه هرگز معلومات صحی شما را با هیچ کس بدون اجازه شما شریک نخواهند ساخت و همه کارکنان صحی در کلینیک یا شفاخانه هرگز معلومات صحی شما را با هیچ کس بدون اجازه شما شریک نخواهند ساخت. هیچ عضو فامیلتان حق ندارد شما را از مراقبت صحی دلخواهتان باز دارد. در ایالات متحده بیشتر خانم‌ها به صورت مرتب در دوران حاملگی معاینات اخذ می‌کنند که به نام مراقبت قبل از زایمان نامیده می‌شود. در جریان مراقبت‌های قبل از زایمان، دکتر صحت مادر و طفل را نظارت خواهد کرد. در ایالات متحده زنان معمولاً در شفاخانه ولادت می‌کنند. شما مجبور نیستید که توسط یک دکتر مرد معاینه شوید، بلکه حق دارید برایتان دکتر زن درخواست کنید. دکتران توصیه می کنند که نوزادتان را در 6 ماه اول صرف با شیر خود تغذیه کنید و بعد از آن الی 12 ماهگی نوزاد را با خوردن غذا عادت سازید، در حالی که شیر خود را هم به آنها
ادامه دهید. مادرانی که نمی توانند شیردهی کنند یا تصمیم می گیرند تا شیردهی نکنند، فرموله نوزادان یک جایگزین سالم می باشد. در ایالات متحده تطبیق نمودن واکسین ها برای محافظت نوزاد در برابر بیماری ها و اختلالات بسیار مهم است، مخصوصا زمانی که آنها کمتر از 1 سال عمر داشته باشند. دکتر و یا کلینیک باید برای شما یک لیست از واکسین ها را بدهد. مکاتب ممکن است نیاز به ارائه سند واکسین برای پذیرش طفل شما در مکتب داشته باشند. اگر شما بیمه صحی نداشته باشید تا مصارف خدمات صحی تان را بپردازید، در ایالات متحده برنامه‌های وجود دارد که ممکن است به شما کمک کنند. از مسئول کیس یا پرونده خود بخواهید که با شما در ثبت نام در این برنامه‌ها کمک کند. شما ممکن است بعضی از دواهای یونانی و دیگر انواع داروها را با خود آورده و برای خود و اطفالتان استفاده کنید. اگر از این محصولات استفاده می کنید، حتما به دکتر خود درباره آنها اطلاع دهید. بعضی گیاهان و داروهای یونانی ممکن است مضر باشد. مردم در فرهنگ شما ممکن است بیماری روانی را به عنوان ضعف تلقی کنند. آنها ممکن است درباره صحت روانیشان صحبت نکنند و آن را پنهان کنند. اما در ایالات متحده صحت روانی را به صحت فیزیکی یا جسمانی وابسته می دانند. دقیقاً همان طوری که به دکتر مراجعه می کنیم تا درباره صحت جسمانی خود صحبت کنیم، صحبت کردن درباره صحت روانی و دریافت درمان آن در صورت نیاز نیز مهم می باشد. اگر شما مصاحب به اضطراب یا ناراحتی روحی باشید و این اضطراب توانایی شما برای انجام وظایف روزمره تان را تحت تاثیر قرار می دهد و یا بیش از 2 هفته طول می کشد، مناسب خواهد بود تا با دکتران برای مشوره و حمایت ببینید. دستیابی به استراحت کافی، ورزش، تغذیه مناسب و کاهش استرس همه به شما در حصه سلامت روحی تان در جریان حاملگی کمک می کند.